ماست و خیارم درست کردم، فلفل سیاه هم زدم. همیشه سیر رنگ نمی کنم ولی امروز چون قرار هست بریم بیرون دیگه حالا سیر نریختم، اما از پودر موسیر استفاده می کنم، خیلی خوشمزهش میکنه. و ادویه ماست و خیار، مخصوص ماست و خیار از عطاریا بخرید حتما، خیلی عالیه. و فلفل سیاه هم که زدم. بعد که خالی کردم توی ظرف، روغن زیتونم روش میریزم، فوق العاده میشه این ترکیب.